قرآن کریم رو الله سبحانه و تعالی برای همه بشریت فرستاد. تورات و انجیل طبق نصوصی که در خود تورات و انجیل است فقط برای قوم بنی اسرائیل فرستاده شده بود و این به اصطلاح تدرجی بود در ارسال شریعت و رسالت همه انبیای الهی. چی بود؟ دعوت انسانها به توحید و یکتاپرستی. پیامبرانی که قبل از اسلام بودند بنابر آیاتی که در تورات و انجیل و زبور وجود داره برای یک قوم و قبیله خاصی فرستاده شده بودند. مثلا تنها برای بنی اسرائیل. این رو خود تورات میگه، خود انجیل میگه، در آیات متعددی در سفرهای متعددی این بیان ذکر شده که خداوند موسی را و عیسی را فقط برای قوم بنی اسرائیل فرستاد. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو برای همه بشریت فرستاد. و الله متعال در قرآن کریم این آیه رو دوستان عزیز اگر که نشون بدن، در سوره مائده آیه 48 است که الله متعال میفرماید که و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. این کلمه مهیمنا علیه این یعنی چی؟ حاکم بر آنها، از بین برنده آنها، این یا در بر گرفته آنها. چون که کتاب قرآن کریم که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، این کتابی است که آن کتاب‌ها را، احکام و شریعت و قوانینی که بود اونها رو در بر گرفته و احکام و قوانینی بهتر و برتر از احکام و قوانینی که در تورات و انجیل بود آورده. اونها کتاب‌هایی بودند، پیامبرانی بودند که برای یک اقوام خاصی فرستاده شده بودند. رسالتشان محدود بود، رسالت جهانی نداشتند، بلکه الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را به عنوان خاتم الانبیا فرستاد که دین مبین اسلام و قرآن کریم را از تحریف و از دستبرد در همان بگذاره و این کتاب بشه کتاب و دین و شریعت همه بشریت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. للعالمین یعنی چی؟ همه انس و همه جن. در حالی که همچین حکمی در مورد قرآن و زبور و تورات و انجیل و بقیه کتاب‌های آسمانی نداریم. در ادامه الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فحکم بینهم بما انزل الله. در بین آنها حکم بکن با آنچه که الله بر تو نازل کرده. بر تو چرا نازل کرده؟ قرآن کریم رو نازل کرده. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. از هوا و هوس آنها پیروی نکن. اما در مورد کتاب هایی که غیر از قرآن کریم است، الله متعال در آیات مختلفی در مورد آنها میفرماید که این کتاب ها رو اونا چیکار کردن؟ تحریف کردن. در حالی که در باره قرآن کریم میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما این قرآن را از تحریف و دستبرد حفظ میکنیم. حفظ قرآن کریم را الله سبحانه و تعالی چون کتاب آخرین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم الانبیا هست، الله متعال به عهده گرفته، در حالی که این ویژگی رو در کتاب‌های سابق نبود. مثلا در سوره بقره آیه 79 اگر دوستان این را اینجا نشون بدن، الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر کسانی که کتاب رو با دست خودشون، در مورد کسانی است که تورات رو می-نوشتن، این رو با دست خودشون می-نوشتن و میگفتن که این از جانب الله سبحانه و تعالی است. در سوره بقره آیه 75 میفرماید که افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. میفرماید که چیکار میکردن؟ کتابی که بر آنها نازل میشد، تورات و انجیلی که بر آنها نازل میشد، میشنیدن و بعد از آن را چیکار میکردن؟ تحریف میکردن. در سوره آل عمران میفرماید و این منهم لفریقا یلعون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم یعلمون. اینها کسانی بودند که چیکار میکردن؟ طوری آیات درست میکردن از تورات و انجیل برای مردم، طوری میخواندن که مردم فکر کنن که اینها از طرف الله متعال نازل شده، در حالی که اینها از طرف الله وحی نشده بود، بلکه خودشان این رو چیکار کرده بودن؟ ساخته بودن.
و همچنین در سوره انعام آیه 91، در سوره مائده آیه 13 در مورد اینکه اینها کتاب‌های خودشون رو، یعنی تورات و زبور و انجیل رو تحریف کردن، یا حرفون الکلم عن مواضعه، کلمات رو تغییر میدادن، آیات رو تحریف میکردن، ذکر شده. اما قرآن کریم تنها دین و شریعت است که پیامش یک پیام جهانی است، پیامش یک پیام بین‌المللی است، پیام خاص و ویژه برای یک قوم و برای یک قبیله و برای یک گروه خاص و ویژه نیست. به خاطر همین الله سبحانه و تعالی دین رسول الله و شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را از بین ادیان دیگر به عنوان دین برتر و خاتم انبیا و شریعتی که بعد از اون شرایع دیگر منسوخ شده است قرار داد.